درود فراوان، در خدمتتون هستم با آپدیت داو جونز در تاریخ 28 جولای. اگر خاطرتون باشه ما در کانال آکادمی دیروز تحلیلی در رابطه با داو جونز دادیم و دو تا ناحیه معرفی کردیم. ناحیه اول 44900 و ناحیه دوم 44850 بود. یا یک اصلاحی اینجا میده و از اینجا میره بالا. 44900 ناحیه اول و 44850 بایزون بعدی ما هستش که قراره منجر به زدن سقف جدید بشه برای داو جونز. و سناریویی که کشیدیم انتظار رشد قیمت رو داشتیم. بعد از اینکه این کف از اینجا شناسایی شد و میدونستیم که قیمت از جای درستی داره رشد میکنه، انتظار داشتیم که از یکی از این دوتا باکس قیمت به روند صعودی خودش ادامه بده و همین اتفاق هم با بازگشایی بازار رخ داد و قیمت یه چیزی حدود 2500 پیپ از این ناحیه به سمت بالا پرتاب شد. موفق باشید. خدا نگهدار.